7 شهر امارات: ابوظبی، دبی، شارجه، عجمان، فجیره، الم‌القبیل و راس الخیمه. ابوظبی با 1.5 میلیون نفر جمعیت پایتخت و مرکز اداری اقتصادی اماراته. با این حال دبی با جمعیت 2 برابر ابوظبی بسیار پرسرعت در رشد از لحاظ مساحت و جمعیته. شارجه یک شهر کوچیک، پرتراکم و پرجمعیته و البته از نظر صنعتی بسیار مهم. عجمان هم یک شهر لوکال نشینه با جمعیت زیر 1 میلیون نفر. فجیره و الم‌القبیل هم طبیعت‌های بسیار زیبایی دارند. و در پایان راس الخیمه که میخوام به عنوان طلایی ترین و نابترین فرصت سرمایه گذاری در حوزه املاک توی ویدیوهای بعدی بهتون معرفیش کنم. بذارین فقط اینو بگم که قرار راس الخیمه بشه یکی از گرونترین و لوکسترین شهرهای دنیا. اگه چیزی در مورد راس الخیمه شنیدین توی کامنت برامون بنویسید.